با من یعنی آریان حسین زاده با مزایا و معایب توسان 2007 آشنا شید. اول از همه یه معایب بدون اینکه واقعا حجم بارش کمه و میشه گفت که به درد مسافرت‌های خارج شهری اصلا نمیخوره، ولی خب از طرف دیگه جابجوش و تون برای نشستن ایناش واقعا منطقیه. خب چی میخوای؟ و خب از مشخصات فنیش هم که بدونن یه موتور 2700 سی سی 6 سیلندر داره و خب واقعا این موتور با این اتاق هماهنگه و خب واقعا ماشین از لحاظ راه رفتن اینا خوب راه میره. اما یه عیب دیگه که بهش بگم شاید